بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان. من سانا اکبری هستم و قطعه شعری از استاد خان بریلی تابش را در حضور شما عزیزان دکلمه می‌نمایم. از سنگ که روییده گل سنگ هزار است، در دشت که روییده گل خار هزار است. زر بافته از کلک خودش بر یخن شب، مهتاب شب 14 گلنار هزار است. پندار همه نیک و کردار همه نیک، ویدا و اوستا همه گفتار هزار است. آوارگی و شادی و غم عشق و غرور است، دنبورک نام دگرش تار هزار است. هر لاله سر سال که سر می کشد از خاک، یک خاطر از خالق بردار هزار است. بر شانه ما پرچم داد است پریدار، از کاوه بامی که کماندار هزار است. باشد هنر و دانش اگر کنج ثریا، همسایه دیوار و دیوار هزار است. معماری ما آینه عشق و شکوه است، شمامه و سلسال دو شهکار هزار است. از خاک خراسان گذرد افتاد اگر باز، سردار ابو مسلم عیار هزار است. هر کس که در آویخت و بیداد و به تبعیض، باشد چه مسلمان چه سکولار هزار است. از دیده ما شیعه و سنی دو بهار است، دو رود خروشنده کوهسار هزار است. دو رود که یک جا شدنش فصل نوینی، در گستره زندگی و کار هزار است. اسماعیلیه گوهری از دامن آموز، با ناصر خسرو که پل الوار هزار است. هرچه که بلند است و که پامیر و که باباست، هرچه که مزاری است که سرشار هزار است. هندوکشی از غر و غرور است و نگاهش، شیری که به زنجیر گرفتار هزار است. سپاس از توجهتان.